درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه زنده ویژه خیزش مردمی و انقلاب سراسری ایران. 4 ماه از این انقلاب با شکوه گذشت. در این 4 ماه سران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با همه ابزاری که دم دست داشتند سعی بر این داشتند تا این انقلاب رو سرکوب کنن و جوانان و مردم انقلابی رو به خونه هاشون برگردونن و اونها رو به عقب برونن. اما بسیار جای خوشحالی داره که مردم هر روز از روز پیش عزمشون رو جزم‌تر میکنن و تا سرنگونی انقلابی این رژیم جنایتکار از پای نمی نشینند. در این مدت ما شاهد بیانیه ها، فراخوان ها و اطلاعیه های مختلفی بودیم که چه در داخل ایران و چه خارج از ایران این اطلاعیه ها و فراخوان ها داده شده. در خارج از ایران در حمایت از مردم انقلابی ایران و در داخل هم فریاد مطالبات برحق و انسانی مردم معترض در خیابان ها و مردمی که 43 سال این رژیم نذاشته که نفس راحتی بکشن. طبق روال برنامه‌های زنده تلویزیون کامله و حزب کمونیست ایران هم امروز همراه هستیم با رفیق بهروز فراهانی، فعال کارگری از پاریس، تا با هم نگاهی به این انقلاب داشته باشیم. رفیق بهروز، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. سلام میکنم به شما، خسته نباشید میگم به شما و پرسنل تکنیکی که میدونم با 1001 زحمت این برنامه رو اجرا میکنید. امیدوارم که هر جا که هستید سالم و در مبارزه باشید. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنون که وقتتون رو یک بار دیگه در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. رفیق بهروز، همونطور که گفتم در این مدت از طرف آحاد مختلف جامعه ما شاهد فراخوان، بیانیه و اطلاعیه بودیم. دوست دارم در این مورد صحبت کنیم. برنامه امروزمون رو به این فراخوان‌ها و اطلاعیه‌ها اختصاص بدیم، مخصوصاً اونایی که در داخل ایران این فراخوان‌ها رو دادن. ما در روز 25 دی ماه به آخرین ها اشاره داشته باشیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی یه بیانیه داده بودن با این عنوان که نباید اجازه بدیم بیشتر از این مدارس نیروهای انتظامی و نظامی در مدارس حضور داشته باشن و اینکه از لحاظ روحی و روانی چقدر این تأثیر گذاشته روی دانش آموزانی که ما شاهد این هستیم که نقش بسیار پررنگی در این انقلاب در 4 ماه گذشته داشتن و قطعا این دانش آموزان از طرف معلمانی آموزش داده شدن که سال گذشته مخصوصا دست به اعتصابات گسترده بی سابقه و با شکوهی زدن. شما نظرتون در مورد این بیانیه چیه؟ ببینید، همونطوری که شما گفتید در این خیزش انقلابی که هر روز بیشتر شبیه یک انقلاب داره میشه، ما برای اولین بار شاهد این هستیم که دانش آموزان هم به میدان اومدن. در چندین و چند روز، در چندین راهپیمایی با استفاده از هر فرصتی در حیات مدرسه، موقع ورزش، موقع سرود صبحگاهی و انواع و اقسام مختلف، اینا حمایت خودشون رو نسبت به اون چه که در بیرون از مدرسهشون میگذره نشون دادن و به خصوص اون جایی که با خواندن آهنگ برایه به جای آهنگ‌هایی که سرودهای بهشون پیشنهاد میشد، مثل اون سلام بر فرمانده که خیلی خوب تبدیلش کردن به سلام ای وامانده، این در واقع نشون میداد که جوانان دانش آموز هم از آگاهی سیاسی بسیار بالایی برخوردارن و این هیچ تعجب نداره. وقتی یه جنبش بزرگ توده‌ای راه میفته، وقتی فضای یک جامعه اینجور متلاطم میشه، جوانها تأثیر خیلی سریع میگیرن و اتفاقا آگاهی سیاسی، به قول معروف باز شدن چشم و گوششون به محیط اطراف خودشون با یه سرعت خیلی زیادی اینها رو به پیش میبره و ما دیدیم که بعد از 1-2 ماه که در واقع این جنبش راه افتاده بود، جوانان دانش آموز هر چه سنشون بالاتر میرفت تعدادشون بیشتر شرکت میکردن، چه در راه رسیدن به مدرسه چه در موقعیت‌های مختلف. واقعا شعارهای انقلابی این جنبش رو تکرار میکردن و همبستگی خودشون نشون میدادن. دیدیم که عکس‌ها و تابلوهایی رو که در حمایت از جمهوری اسلامی بود
جلوی دوربین هایی که فیلم میگرفتن ازش کشیدن پایین و روش رژه رفتن، به جای اینکه روی شعارهای انقلابی که اونها میخوان بیارن و بهش ادای احترام بکنن یا بی احترامی به پرچم این یا اون کشور بکنن، اینا روی عکسای اینها در واقع راه میرفتن و نشون میدادن که دقیقاً میدونن کجا ایستادن. و طبیعیه که در پاسخ این مثل همیشه جمهوری اسلامی با سرکوب زیاد، دستگیری اونها، حمله به این دانش آموزا که با اعتراض حتی مدیران این مدرسه، کادر به اصطلاح رهبری این مدارس روبرو شد، اعتراض اولیاء مدارس رو با دانش آموزا رو با خودش داشت، ولی اینها ادامه دادن. ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم، تنها شیوه دیالوگ جمهوری اسلامی با اقشار مختلف جامعه سرکوبه. هیچ مکانیزمی رو ایجاد نکرده که بتونه با مردم وارد دیالوگ بشه و یا اونها رو میگه به خط میکنم، اگر شدن هیچی، اگر نشدن فقط با چماق و سرنیزه باشون صحبت میکنه. و این شامل رحمت الهی اینها این دفعه شامل دانش آموزا هم شد. این اعلامیه‌ای که کانون معلم ها داده، شورای فرهنگی معلم ها داده، که واقعا باید درود فرستاد به این شورای فرهنگی که در چند سال اخیر چه نقش درخشانی رو در سازماندهی مبارزات معلمان ایفا کرده و چقدر قشنگ نشون داده که حتی میشه از شکل‌های سنتی مبارزه‌ای که دم دستمون هست در شرایط معین استفاده بکنن. این نیروی شورای هماهنگی و این کانون معلمان صنفی معلمان ایران اولین نیرویی بود که تظاهرات سراسری رو با استفاده از رسانه‌ها، با استفاده از تلفن‌های هوشمند سازمان داد. یادمون نره که چه نقشی رو ایفا کردن و واقع پرچمدار مبارزات سراسری در یک دوره در کنار مبارزات مطالباتی کارگران خدماتی و بخش صنعتی بودن. خیلی مسئله مهمیه و ما میدونیم که الان اکثر شخصیت‌های شناخته شده این کانون و این شورا در زندان هستند. کسانی مثل جعفر ابراهیمی، رسول بوداقی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی که من از این فرصت استفاده میکنم و بهشون درود میفرستم و بهشون میگم که شما بدونید تنها نیستید. در اینجا اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه که در رابطه بسیار نزدیکی با اتحادیه معلمان همیشه بودن، به یاد شما هستند، برای شما دارن اقدام میکنن. و از همینجا اعلام بکنم که در روز 8 فوریه 19 بهمن امسال یک روز تظاهرات سراسری، اعتراض سراسری به اشکال مختلف در بسیاری از شهرها، پایتخت‌های کشورهای اروپایی به ابتکار اتحادیه انگلیسی داره صورت میگیره. از جمله کلکتیو اتحادیه فرانسوی تصمیم گرفته که در این روز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حتما اعتراض بکنه و این اعتراض خودشون نسبت به نحوه برخورد جمهوری اسلامی و سرکوبش و به خصوص در زندان نگه داشتن کنشگران جنبش‌های توده‌ای مثل دوستانی که ازشون اسم بردم و مثل رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی رو اینها گرامی خواهند داشت و به شدت اعتراض خواهند کرد. من این رو گفتم که این دوستان ما اگر صدای ما رو میشنون بدانند که به هیچ وجه تنها نیستند. بخش سازمان یافته جنبش کارگری و معلمان کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی کشورهایی در آمریکای لاتین حمایت خودشون رو از اینها رو ادامه میدن و این باعث در واقع افتخار ما هست که یک همچین همبستگی بین المللی ایجاد شده و در رابطه با جنبش کارگری و معلم ها در ایران. خیلی مسئله مهمیه و این هوشیاری هایی که اینها از خودشون نشون میدن ما رو باز هم دلگرمتر میکنه و نشون میده که به واقع ما با رهبران واقعی عملی جنبش در ایران روبرو هستیم. این کسانی که این اعتراضات رو میکنن، این کسانی که این اعتراضات رو تو این چند سال سازمان دادن، اینها هستن که راهبران میدانی ما هستن که با اشکال مختلف سعی میکنن این جنبش رو به جلو ببرن علیرغم ضرباتی که خوردن. و این اعلامیه شورای فرهنگی معلم ها بسیار بجاست، نکته مهمی رو آورده، دست گذاشته روی نکته حساسی که این رژیم حتی صحن مدارس رو هم نظامی میکنه. ما میدونیم که اینها دانشگاه ها رو عملاً اشغال کردن، اسمش رو نمیارن، ولی دانشگاه ها اشغال نظامی هستند، اشغال نیروهای به اصطلاح حراست دانشگاه ها و نیروهای یگان ویژه و همه اینها، تمام این گروه های مختلف سرکوب. چون ما توی ایران
نون نداریم، آب نداریم، گوش نداریم، ولی تا دلتون بخواد دستگاه‌های مختلف چند لایه سرکوب داریم، انواع اقسام به اصطلاح ادارات سرکوب رو داریم که گاه حتی با هم دیگه رقابت میکنن برای اینکه بیشتر سرکوب بکنن. ما این رو داریم که میدونیم در ایران چندین دستگاه موازی سرکوب وجود داره. فقط توی سپاه پاسداران 3 تا دستگاه اطلاعاتی وجود داره. وزارت اطلاعات رو داریم، یگان ویژه رو داریم، دستگاه پلیس رو داریم، موتورسوارها رو داریم، هر چیزی که شما فکر بکنید ما داریم و اینها از اینا استفاده کردن. دانشگاه‌ها عملاً اشغال هستن و این سیاست رو در بین دانش آموزا دارن میبرن. ولی این هوشیاریایی که معلمانشون میدن، راهنمودهایی که میدن، حداقل فایدهش اینه که باز هم آگاهی سیاسی و طبقاتی کار این دانش آموزان ما رو بالا میبره، به اونها آموزش سیاسی میده. این آموزش سیاسی به همون اندازه آموزش دروس دقیقه مثل ریاضیات، مثل شیمی، مثل تاریخ، مثل جغرافیا مهمه. به خصوص الان اینی که من درود میفرستم به کسانی که این بیانیه ها رو میدن و از یک طرف نشون میدن که چطور با کوچکترین حرکتی که در این کشور صورت میگیره در رابطه هستن و چقدر هوشیارن برای اینکه به موقع هشدارهای لازم رو به اون کسانی که در مبارزه هستن بدن. واقعا ما افتخار میکنیم به داشتن یک چنین کسانی که در داخل کشور این رو به پیش میبرن و این هشداری هست برای اونهایی که فکر میکنن با آلترناتیو سازی در خارج از کشور میتونن سر یک چنین نیروهایی رو توی ایران کلاه بگذارن. یک چنین چیزی یک خیال واقعا واهی هست. بله سپاسگزارم. اشاره کردیم به معلمان زندانی، اگه اجازه بدین در ادامه برنامه در این مورد صحبت میکنیم، اما از موضوع بیانیه دور نریم که در این بیانیه اشاره شده به اینکه دانش آموزان رو برخلاف آیین‌نامه آموزش و پرورش از مدرسه اخراج کردن و حتی خانواده های این عزیزان را هم تهدید کردن که نباید رسانه‌ای بشه و اشاره کرده که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک هستش. ما میدونیم که از سال فکر کنم 1373 بود که ایران این کنوانسیون رو امضا کرد و به این کنوانسیون پیوست، اما عملاً مثل مابقی کنوانسیون ها فقط این روی کاغذه، چون ما اینو به خوبی میدونیم، شاید اونا ندونن و الان دیگه دارن کم کم پی به ماهیت ضد میشه گفت انسان رژیم پی میبرن، اما ما از همون اول هم اینو میدونستیم. آیا خب کنوانسیون حقوق کودک با توجه به اینکه در 4 ماه گذشته ما شاهدیم بودیم که چندین دانش آموز و کودک حتی با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم جونشون رو از دست دادن. از ایزه کیان پیرفلک برای نمونه میتونیم اشاره کنیم. در زاهدان در اولین جمعه اعتراضی زاهدان دختر کوچکی بود، اسمش یادم رفته متاسفانه الان، و حتی در کردستان و حتی ما شاهد این هستیم که روزانه این عزیزان، این کودکان ربوده میشن توسط این نیروها. آیا کنوانسیون حقوق کودک کاری نمیتونه انجام بده؟ واکنشی نداره به این همه سرکوب کودکان؟ ببینید همونجوری که شما خودتون گفتین بسیاری از این کنوانسیون ها در واقع یک سری دستورالعمل هایی هست برای دولت های متمدن. ما با یک دولت داعشی روبرو هستیم که وقتی مسئله دفاع از خودش مطرح میشه نه تنها کنوانسیون های بین المللی بلکه قوانین خودش رو زیر سوال میبره. شما شاهد این هستید که حتی وقتی که اولین احکام اعدام رو اینها صادر کردن، بخشی از حوزه‌های علمیه قم هم اعتراض کردن بهشون که شما مراتبی رو که قانون جزایی جمهوری اسلامی پیش بینی کرده، مسئله قصاص و غیره رو اصلا انجام ندادید و شما نمیتونید این احکام رو صادر بکنید. یعنی قضیه جوری هست که حتی بخشی از معمم‌ها هم اعتراض کردن به اینها و طبیعیه که اینا مسئله حقوق کودکان رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن که هیچی. دیدید که یکی از شعارهایی که بارها و بارها در ایران طنین انداخته و این نشون دهنده حساسیت کسانی است که در این تظاهرات شرکت میکنن، مسئله حکومت کودک کش نمیخوایم. این حکومت کودک کشه. این حکومت به هیچی رحم نمیکنه، مطلقاً به هیچ چیزی و در واقع پایبند نیست. یادمون نره که بنیانگذار این جمهوری اسلامی شخص آیت الله خمینی بارها و بارها گفته بود که حفظ نظام حتی از قرآن هم مهمتره و ما میتونیم برای حفظ نظام هر کاری رو بکنیم، حتی با شیطان قرارداد ببندیم که بارها و بارها با شیطان اینا قرارداد بستن. ما خبر داریم از روابطی که اینها داشتن با آمریکایی ها، با اسرائیلی ها. هر وقت لازم بود علارغمی که از روی پرچم اینها توی خیابون ها راه میرفتن، همون موقع توی جنگ عراق ازشون اسلحه میخریدن و از طریق اسرائیل هم بهشون داده میشد. یعنی ما با یک همچین
رژیم ماکیاولی هستیم که حفظ خودش رو بالاتر از هر چیزی میدونه و برای این حفظ خودش تمام قواعد جامعه انسانی رو زیر پا میگذاره. کودک کشه، دانش آموز رو سرکوب میکنه. خودشون مقرراتشون این هست که نباید بر مراکز آموزشی چه در مدارس چه در دانشگاه ها نیروهای انتظامی وارد بشن. نه تنها وارد میشن، نه تنها ضرب و شتم میکنن، بلکه در اونجا مستقر میشن. اینی که انتظاری نمیشه داشت. اما اینکه این کنوانسیون ها چیکار میتونن بکنن؟ خب طبیعیه کسانی که این کنوانسیون ها رو بهش ناظر هستند و روی این کنوانسیون کودکان زیر نظر بخشایی که مربوط به نوجوانان هست توی سازمان ملل، طبیعیه که اونها باید اعتراض بکنن. ولی این جور نهادهای بزرگ به اصطلاح بین المللی جز اعتراض کردن و به اصطلاح افکار عمومی رو خطاب قرار دادن کار دیگه ای نمیتونن بکنن. در هیچ کدوم از این کنوانسیون ها بندهای اجرایی وجود نداره که در صورت نقض این قوانین چیکار باید کرد. فقط گفته میشه که باید ارجاع داده بشه به اصطلاح مسئولان مربوطه و این اعتراض ایناست. اینه که ما حواسمون باید همیشه باشه در بهترین حالت نهادهایی که نظارت دارن به این مقابله نامه‌های بین المللی صرفاً ارگان‌های تبلیغاتی هستند. شما نگاه بکنید در مورد کارگران اینا چندین و چند ساله که توی سازمان جهانی کار مسائل نقض حقوق کارگران و حقوق بگیران ایران مطرح میشه، محکوم میشه، ولی هیچ کدومشون قدرت اجرایی ندارن. در بین این نهادها تنها نهادی که قدرت اجرایی داره شورای امنیت سازمان ملل. بقیه همه فقط میتونن اعتراض بکنن، حرف بزنن، اعلامیه بدن، افشاگری بکنن. تکرار میکنم اینا نهادهای آگاه کردن افکار عمومی هستن، ازشون انتظار چیزی رو نباید داشت. فقط شورای امنیتی که اونم با این دو قطبی که الان توش به وجود اومده، به خصوص در مورد جمهوری اسلامی، انتظار هیچ قطعنامه‌ای که مشخصاً خلاف جمهوری اسلامی داشته باشه با وجود چین و روسیه نمیشه داشت. و اینی که از این به عنوان افشا کردن و مثل مردم این کشورهای دیگر رو حساس کردن، این باید مطرح بکنیم که خیلی مهمه. به این معنی که مثلا میدونید الان مسئله بستن سفارتخونه ها، اخراج سفرا و قطع رابطه دیپلماتیک بین این جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه الان در دستور کار خیلی ها هست و این مسئله خیلی جدیه. این با مهمترین مسئله همین که میخوان سپاهپاسداران رو فشار بیارن که به عنوان سازمان تروریستی اعلام بکنن، این تاثیر خیلی سنگینی روی روابط این سپاهپاسداران میذاره و یکی از چیزهایی است که اتفاقا تبعیات عملی جدی داره، چون پای دولت ها وسط میاد و اونها هستن که میتونن ببرن جلو. ولی مسئله کودکان، مسئله دانشگاه ها و غیره، شما نگاه بکنید وقتی که نیروهای انتظامی حمله کردن به دانشگاه ها، چندین و چند صد نفر از شخصیت های دانشگاهی و اساتید و برندگان جایزه نوبل اعتراض کردن، اعلامیه مشترک دادن، ولی از اون حد بالاتر نمیره. منتها همینم برای ما خیلی مهمه که ما این رژیم رو در انزوای کامل دیپلماتیک قرار بدیم، بیشترین فشار رو به این دستگاه سرکوبش بیاریم، بدون اینکه این تحریم‌های وحشتناکی رو که روی زندگی عادی مردم تاثیر میذاره مورد حمایت قرار بدیم. این تفکیک این دو تا فوق‌العاده مهمه و ما الان در بعضی هستیم که فشار دیپلماتیک آوردن به رژیم جمهوری اسلامی خیلی مسئله مهمیه. من فکر میکنم شاید یه مقداری هم کم بها داده شده بوده تا حالا به این و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان تروریستی اقدامیه که دیر شده و ای کاش زودتر در واقع به این فشار می آوردیم که میدونیم معادلاتی که وجود داره مسائل ایجاد میکنه. ولی الان با نقشی که سپاه پاسداران در سرکوب سراسری توی ایران، توی مردم ایران داره، این خیلی مهمه که ما بتونیم به لحاظ بین المللی این رو با عنوان یک سازمان تروریستی اعلامش بکنیم، مستقل از اینکه در کشورهای دیگه چیکار میکنه. در خود ایران یک کشور 100% تروریستی هست و برای حفظ جمهوری اسلامی همه کار داره میکنه. فکر میکنید به این لیست اضافه میشه سپاه پاسداران؟ من فکر میکنم که کشورهای بزرگی مثل آلمان و فرانسه علیرغم شعارهایی که میدن به این راحتی سازمان سپاه پاسدارانشون یکی از دو رکن جمهوری اسلامی الان عملا هست، نه فقط در حیطه امنیتی و نظامی یک قدرت برتر هست، بلکه در حیطه اقتصادی هم یک قدرت برتره. ما میدونیم که قرارگاه خاتم الانبیا و این کهکشان دستگاه‌های تولیدی و خدماتی که و بانک‌ها و مالی اینایی که در اختیار جمهوری سپاه پاسداران هست، اگر اینها رو در لیست تروریستی قرار بدن، قراردادهای بسیار بزرگی رو که اینها با شرکت‌های بزرگ
اروپایی به خصوص فرانسوی و آلمانی داشتن و احتمالاً فکر می‌کردن که یه روزی بعد از برجام دوباره بتونن بکنن، همه اینا برای همیشه از بین میره. از این زاویه من فکر می‌کنم علیرغم شعارهایی که میدن خیلی دست به عصا و آهسته برن جلو. مثلا من اصلا ندیدم در این فرانسه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، اصلا ندیدم که دیپلماسی فرانسه در این مسئله بیاد جلو و شعار بده حتی و این مسئله رو مطرح بکنه، در صورتی که توی آلمان وزیر امور خارجه که مال حزب سبزها هست اون این رو مطرح کرده و روش ایستادگی کرده، اما بزرگترین حزب آلمان که حزب سوسیال دموکرات هست در این مسئله یک دست نیست. فهمیدونید توی اتحادیه اروپا هم اگر فرانسه و آلمان تصمیم نگیرن که یه چیزی اجرا بشه، این اجرا نخواهد شد. تازه وقتی تصمیم میگیرن باید خیلی فشار بیارن تا اینکه بتونن اینو به پیش ببرن. ولی امروز به نظر من اولا آلمان برخلاف اظهاری که وزیر امور خارجش میکنه اونقدر مصمم نیست و فرانسه اصلا در صف اول این نیست. اینی که من فکر نمی کنم اتحادیه اروپا به این زودی ها این رو اعلام بکنه و این خیلی جای تاسف داره. بله دقیقاً. خب سپاسگزارم ازتون رفیق بهروز. بریم به سراغ اطلاعیه ها و بیانیه های شورای سازماندهی کارگران نفت و همینطور شورای هماهنگی و همبستگی کارگران رسمی نفت که ما میدونیم که از همون روزهای اول تقریبا میشه گفت موضع گرفتن، این سرکوب ها رو محکوم کردن، التیماتوم دادن و برای امروز هم 27 دی ماه فراخوان اعتصاب داده بودن که خوشبختانه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تجربه سال 57 رو داره و به خوبی میدونه که کارگران نفت نقش کلیدی دارن، به همین خاطر با شیوه های مختلف در طول 43 سال گذشته خواسته که این توانایی رو از کارگران بگیره. یکی از اون شیوه ها امنیتی کردن محل کار کارگران نفت از پالایشگاه ها و شرکت های مختلف. امروز با توجه به اینکه خب این فضای امنیتی هم بود، ما دیدیم که در خیلی از شهرها و پالایشگاه ها کارگران دست به اعتصاب زده بودن. نظر شما در این مورد چیه؟ با توجه به اینکه صراحتا میگن که ما 43 ساله داریم زحمت میکشیم و الان داریم صورتمون رو با سیلی سرخ میکنیم و سود کار ما تو جیب سران رژیم میره. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید امروز واقعا روز بسیار مهمیه و شاید تبدیل بشه به یکی از نقاط عطف این جنبش انقلابی که در ایران در جریانه. ما خیلی نگران بودیم وقتی که فراخوان‌های اعتصاب‌ها رو دیدیم که علنا اعلام کردن که اعتصاب میخوام بکنن، با توجه به حساسیت شاخه نفت در ایران و با توجه به این که میدونید در ایران پست‌های مهمی در شاخه‌های اصلی صنعت به خصوص نفت رو اینها سعی میکنن به کسانی بدن که وفاداریشون به نظام رو ثابت کرده باشن. این یه فاکتوریه که بعضی وقتا ما از قلم میندازیم موقعی که جنبش کارگری رو نگاه میکنیم و فکر میکنیم که شاخه صنعت نفت که شاهرگ اصلی کشور ما هست، رانت اصلی رو در اختیار دولت قرار میده، یه جایی است که یه خورده سخت‌تر از جای دیگه است توش اقدام کردن. نه اینطوری نیست. این سیستم انتخابات به اصطلاح استخدامی اینها جوری هست که به خصوص در مورد کارگران رسمی که حقوق بالاتری دارن نسبت کارگران دیگه، کارشون هم به کلی متفاوت هست، اونها رو سعی میکنن از بین کسانی بگیرن که وفادار به نظام باشن. وقتی اینا اعلام کردن که تظاهرات میخوام بکنن، منظورم بخش کارگران رسمیه، وگرنه کارگرای پروژه‌ای که بارها نشون دادن که با این رژیم سر جنگ دارن، اون 2 بار اعتصابات عظیم رو در تابستان قبل و تابستان ما قبلش ایجاد کردن و بزرگترین اعتصابات کارگری که در ایران اتفاق افتاده رو اونها کردن. بیش از 100,000 نفر در 19 استان تظاهرات و اعتصاب کردن اگر یادتون باشه در تابستان گذشته، نه این تابستان قبلی. و این در واقع این مسئله هست که نشون میده چقدر اینها هوشیارن و حواسشون هست به این و اونها کسانی بودن که همون در 2-3 هفته اول آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی یک اعتصاب اخطاری کردن و به دنبال 350 نفر از فعالین رو دستگیر کردن که ما هنوز خبر دقیق نداریم از همه اینها. من این نشون دهنده حساسیت رژیم هستم، همونطور که شما گفتی، چون خود این رژیم روی دوش کارگران صنعت نفت جمهوری اسلامی رو آورد رو کار و نظام سلطنتی رو به زیر کشید. از نقش تعیین کننده این کارگرها به طور کلی و کارگران نفت به طور خاص کاملا آگاه هستند، میدونن که اونها در نتیجه جو امنیتی
در این مجتمع‌های صنعتی شرکت نفت و پتروشیمی بسیار سنگینه. وقتی اینها اعلام کردن که میخواین اعتصاب رو بکنن، ما خیلی نگران بودیم. ما واقعا فکر میکردیم که آیا با توجه به این جو امنیتی که وجود داره اینها قادر خواهند بود این اعتصاب رو بکنن؟ چون همه میدونیم در شرایطی که یک چنین جنبشی در ایران در جریان هست، هر حرکت اعتراضی ولو اینکه صنفی ترین خواسته رو مطرح بکنه، عناصر سیاست درش هست. من برای یادآوری این مسئله این میگم که چطور در ایران خواسته های صنفی و سیاسی توی جنبش کارگری کاملا در هم آمیخته است، به طور ارگانیک و دیالکتیکی در هم آمیخته است و به یک دلیل ساده اینه که هم در دوران سلطنت هم در دوران خلافت حق اعتصاب و حق داشتن تشکلات مستقل به رسمیت شناخته نمیشد. در نتیجه اعتصاب خودش غیر قانونیه. بعد از جنگ هم، چون یه دوره‌ای گفتن به خاطر جنگ این ممنوعه، بعد از جنگ هم فتوایی داد آقای خامنه‌ای که دوران بازسازی و سازندگی هم اعتصاب ممنوعه. در نتیجه خود این اعتصاب علیرغم اینکه خواستش میتونه شرایط محیط زیست باشه، به نقد ادغامی سیاسی و این دوتا با هم در هم آمیختن. اتفاقا در یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که راجع به نقش کارگران در انقلاب بهمن ماه 57 نوشته شده بود، آصف بیات خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنه و میگه که اصلا نمیشه در ایران به خاطر این وضعیت غیرقانونی بودنی که مطرح میکنیم بگیم کدوم حرکتی 100% سیاسی یا کدوم حرکتی 100% اقتصادی یا قاطیه. این یک جدولی رو آورد که از روی شعارهایی که داده میشد و خواسته هایی که مطرح میشد نسبت سیاست و مثلا اقتصادی بودن اینها رو بررسی کرد و این نشون میده که چطور حتی وقتی که توی انقلاب بهمن، حتی وقتی که کشتار 17 شهریور اتفاق افتاده، هنوز نصف تظاهرات و اعتراضات کارگری اقتصادی، یعنی شعارهای اقتصادی داره، ولی همه میدونستن که سیاسیه. این فقط بعدش است که موقعیت انقلابی ایجاد میشه که 100% دیگه شعارها سیاسی میشه. الان ما درست اون وضعیت، یعنی همه میدونن که چطور بعد این همه مدت یهویی الان ماده 10 دوباره عزیز شده و این رو به عنوان شعار در واقع آوردن. همه میدونن که این غرم های حرکت سیاسی کارگرها هست و برای همین ما فکر میکردیم که شاید رژیم واقعا اشغال نظامی بکنه اینجا رو، ولی از اونجایی که میترسه از این کارگرها و به خصوص از این کارگرها خیلی میترسه، به نظر میرسه که داره دست به عصا رو میره و این باعث شده که این دوستان ما بهترین استفاده رو از این وضعیت بکنن و با این حرکت خودشون یک قدرت نمایی عظیم کردن. من نگاه میکردم لیست جاهایی که گفته بودن میان و همه جا اومدن، یعنی اون جایی که اعلام کرده بودن ما میخوایم اعتصاب بکنیم، در کشوری که اعتصاب ممنوعه، در کشوری که خیزش زن زندگی آزادی در جریانه، در اهواز، در شیراز، در سیری هرمزگان، در فلات قاره قشم، در پایگاه پنجم پارس جنوبی عسلویه، در پالایشگاه آبادان، در مشهد، در خارک، همه جا این کارگرها اومدن به میدان، شعارهای خودشون رو مطرح کردن. من احتمال زیاد لیست رو چون برای این صحبت آماده می‌کردم، قطعاً اطلاعات جدیدی که رسیده، چون این اختلال اینترنت باعث میشه که ما خیلی به روز نباشیم در مورد این نکاتی که مطرح شده. ولی ایران هم بود، تصاویرش منتشر شد. بله، ببینید توی چند تا استان اینا پخشن، توی چند تا شهر هستن و همزمان توی یه روز از پیش هم اعلام کردن و میان و جلو. این قدرت طبقاتی کارگرها رو نشون میده، این جایگاه ویژه کارگرها رو نشون میده. هیچ نیروی دیگه‌ای نمیتونه اینجوری اعلام بکنه و بیاد و وایسه و رژیم جلوش رو نتونه بگیره. این پتانسیل عظیمی که وجود داره درست اونجایی هست که ما الان باید ببینیم. برای همین هم هست که گفتیم راجع به بیانیه‌ها صحبت بکنیم. شما فقط بیانیه پشتیبانی جوانان انقلابی از این حرکت رو نگاه بکنید. جوانان انقلابی محلات سنندج، مهاباد، پیرانشهر، راهرود، دزلی یا دزلی، من اسمش نمیدونم، حتی جایی است که ما خیلی نمیشناسیم، خامسان، اینها بیانیه‌ای که دادن، شما متن بیانیه رو بخونید و متوجه میشید که ما با چه نسل درخشانی روبرو هستیم، ما چه راهبران میدانی هوشیاری واقعا در ایران داریم و این جوانان انقلابی که اومدن میدان، هشدارهایی که میدن، حمایتی که میکنن و این رابطه خودشون رو درست مثل اون شعاری که در تظاهرات هفت‌تپه، در تظاهرات عسلویه داده شد، فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم، امروز درست میگن ما جزو شماییم، ما بخشی از شما هستیم و از شما میخوایم که نقش انقلابی خودتون رو به بهترین وجه
به اصطلاح ایفا بکنید. ما با شماییم و معتقدیم که فقط شما هستید که میتونید ادعای رهبری این جنبش رو داشته باشید. این متن یک متن درخشان نیروهای چپ سوسیالیستی هست که داره تاکید میکنه روی مسئله طبقه کارگر و داره میگه که چقدر این مسئله اهمیت داره و در واقع دعوت داره میکنه که یه بلوکی از این نیروها تشکیل بشه که آلترناتیو چپ رو در مقابل تمام این آلترناتیوهای راست قلابی که همش تو خارجه، یکیش در داخل نیست، داره پیشنهاد میکنه، داره میگه که ما این بلوک انقلابی چپ سوسیالیستی رو باید در ایران ایجاد بکنیم و خود وجود اینها و وجود این کسانی که این جنبش اعتصابی رو سازمان دادن نوید این هست که به زودی ما شاهد واقعا شکل‌گیری این وضعیت خواهیم بود و این بیانیه رو به نظر من ما باید زیر ذره‌بین بذاریم، با دقت دونه دونه جمله جمله هم بخونیم هم بنوشیم. واقعا نشون میده که ما در یک سطح بسیار بسیار بالایی از آگاهی سیاسی طبقاتی در ایران هستیم. جوانان آب دیده‌ای که چندین سال با اینها زد و خورد دارن میکنن از یک طرف و کارگرانی که چندین سال بزرگترین مبارزات مطالباتی نه فقط منطقه بلکه در جهان رو سازمان دادن. یادمون نره که 2 سال پیش 4122 تا اقدام اعتصابی اعتراضی در ایران افتاد. ایران تنها کشوری بود که حتی در شرایط کووید 19 در شرایط پاندمی در ایران جنبش‌های اعتراضی مطالباتی از نفس نیفتاد. همزمان با این جنبش اعتراضی در ایران، در لبنان و در عراق ما شاهد جنبش‌های اعتراضی بودیم. کووید 19 هر دوی اونها رو به سکته انداخت. فقط تو ایران بود که ادامه پیدا کرد و این از یک طرف فشار وحشتناک معیشتی و سیاسی و سرکوب و خفقانی است که دیگه جلوی اینها رو گرفته و دیگه جانشون به لبشون رسیده و از طرف دیگه نشون دهنده آگاهی کسانی است که میدونن نباید بذارن که ادامه کاری جنبش در واقع از نفس بیفته و سکته بکنه. الان هم ما داریم اینو میبینیم، این که این کارگرها اعلام میکنن میان و بهشون اخطارم کردن، دیدید که میگه تازه این شروعه، ولی این از اون شروعایی نیست که شما فکر میکنید، این آغاز یک سیله. من بیانیه پایانیشون رو میخوندم میدیدم که تمام خط نشون کشیدن برای جمهوری اسلامیه، زیر اینکه آقا چرا ماده 10 رو اجرا نمی‌کنید، چرا برای فلان کار نمی‌کنید، چرا پاداش عقب مونده ما رو ندادید و غیره، که همه میدونن اینها با زبان صنفی دارن زبان به اصطلاح خواسته‌های سیاسی خودشون اونجا اعلام میکنن و این که در مقابل این رژیم وایسادن اعلام کردن و آمدن، به نظر من اعتماد به نفس بسیار بالایی رو نه فقط به کارگرای بخشای دیگه بلکه به دیگران اقشار دیگه هم خواهد داد و این اتفاقا همون چیزی است که ما از فعالین کارگری در ایران انتظار داریم و باید بگیم که احسنت بر شما که به بهترین شکلی دارید این رو جلو میبرید و ما خیلی خیلی امیدواریم که این روز درخشان 27 دی و این روز تظاهرات همزمان در چندین و چند شهر در حساسترین امنیتی ترین و به قول معروف حیاتی ترین بخش صنعت در ایران ما با یک همچین جنبش اعتصابی روبرو هستیم و وقتی حمایت جوانان انقلابی محلات و مناطق مختلف ازشون میبینیم، من مطمئنم که به زودی شاهد به دست ما خواهد رسید بیانیه‌های محلات دیگه، جاهای دیگه، جوانان دیگه، دانشجوها که الان زیر چکمه سربازها هستن توی دانشگاه، فعالینشون حتی نمیتونن وارد دانشگاه بشن. اینکه اینها از این حرکت آنطور که باید حمایت نکردن فقط و فقط این بوده که نتونستن حتی توی دانشگاه در واقع دور هم جمع بشن تا بتونن بیانیه خودشون رو بدن، وگرنه اینجا و اونجا شعارهایی که داده میشه، اعتراضاتی که داده میشه کاملا نشون میده که بخش فعال جوانان و دانشجویان ما متوجه نقش مرکزی طبقه کارگر هستند، همونجوری که رژیم این رو میدونه و همونجوری که اپوزیسیون راست در خارج از کشور هم اینو میدونه و داره سعی میکنه که با ائتلاف سازی یک موج سواری بکنه. ولی من وقتی که این حرکات رو میبینیم و وقتی میبینیم که چه به اصطلاح همگرایی وجود داره بین جوانان انقلابی، کمیته‌های محلاتی که تشکیل شده و جنبش اعتراضی اعتصابی کارگرها، باید بگیم که این بار دیگه مثل دوره خمینی نیست. این بار به این راحتی نمیشه از این ملت و از این کارگرها، از این جوانها کولی گرفت، موج سواری کرد و رفت و قدرت رو از بالای سر اینها گرفت. از این زاویه من بار دیگه تکرار میکنم امروز رو باید ما توی تقویم مبارزاتیمون با یک ستاره قرمز به اصطلاح به ثبت برسونیم، بهش رجوع بدیم، چون شاهد یک اقدام بسیار تعیین کننده از طرف جنبش کارگری. بسیار سپاسگزارم رفیق بهروز. اشاره کردیم به
بیانیه حمایتی جوانان انقلابی 6 شهر که در اون خیلی میشه گفت واقعا به قول شما از جملهش باید نوشید و اینکه خب اگر راستها با زر و زور میخوان که ائتلاف کنن، رهبران این انقلاب در ایران هستن و کارگران و زحمتکشان هستن. در این بیانیه اشاره شده به اینکه کارگران با حضورشون به عنوان یک طبقه میتونن با اعتصاباتشون و حضورشون در این انقلاب میتونن امیدبخش باشن برای سایر آحاد مردم و همینطور از معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، بازنشستگان، خیلی ها پرستاران خواستن که از فراخوان کارگران نفت حمایت کنن که دیروز 26 دی ماه این بیانیه رو صادر کردن، این فراخوان حمایتی رو. اما خب ما همیشه در برنامه هامون و از جمله با خود شما این بحث رو داشتیم که چرا کارگران با توجه به اینکه خب همین دیروز هم این جوانان انقلابی ازشون خواستن که به این انقلاب بپیوندن، یکی از موانعش رو صحبت کردین در حرفاتون، اینکه خب رژیم فوکوس کرده رو این پالایشگاه و کلا کارگران نفت و جوشون بسیار امنیتی هستش و اینکه دست نشانده های خودش رو در شرکت نفت استخدام کرده. اما بازم هستن کسایی که یعنی بیشتر این کارگران و حتی اون کسایی هم که دستبوس خود رژیم هستن مخالف این رژیم هستن قطعا. چرا؟ چه موانعی وجود داره که هرچند که میگن زمانش نرسیده اما مردم میگن ما تا کی باید جوانامون کشته بشن یا تا کی جوانامون باید دستگیر بشن و در سیاهچاله ها شکنجه بشن؟ نظر شما در این مورد چیه؟ آقای کارگران که میخوان که بیان و قطعا هم اومدن، اینو دیگه نمیشه انکار کرد، همین کارگران هستن که در خیابونا هستن و همین فرزندان کارگران بودن که اعدام شدن و الان هم در زندان ها هستن. اما در کل نظر شما در این مورد چیه که کارگران اونطور که مردم انتظار دارن به این اعتصابات و این انقلاب نمیپیوندن؟ ببینید دو تا مسئله است. یکی این که اولا کارگران به مثابه شهروند، کسانی که اعتراض میکنن علیه این رژیم، از روز اول در این اعتراضات اعتصابات بودن. همه یادشون میره اولین کشته و جان باخته جنبش زن زندگی آزادی یک کارگر باتری ساز آملی بود، یک جوان 20 و چند ساله که با گلوله به سرش زدن در تظاهرات و این کشته شد. کارگر بود، کارگر شاغل هم بود، حتی بیکارم نبود که بگیم که نه از صف رفته بود بیرون و غیره. به مثابه افراد، به مثابه شهروندایی که علیه این رژیم دارن مبارزه میکنن، از اون ثانیه اول جوانان کارگر و جوانان بیکار، دانشجوهایی که در آینده تبدیل خواهند شد به حقوق بگیرانی که جزء طبقه کارگر هستند، همه اینها در این اعتراضات شرکت داشتن. ولی نکته درست اینه که طبقه کارگر وقتی به مثابه طبقه کارگر به میدان میاد که از سلاح اصلی خودش یعنی اعتصاب استفاده بکنه و در صحن محل تولید یا خدمات خودش دست به اعتراض و اعتصاب بزنه. این اتفاق داره میفته. ببینید ضرباهنگ ورود اقشار مختلف مردم به یک جنبش انقلابی، اعتراضی انقلابی همین متفاوت هست. هیچ کدوم اینها یکسان واکنش نشون نمیدن. ما تازه این دفعه داریم میبینیم که کارگرها خیلی زودتر از آنچه که انتظارش میرفت به مثابه کارگر و اعتصاب اومدن. نمونه کارگران پروژه‌ای شرکت نفت اصلویه رو ما گفتیم که گرفتن، 350 نفرشون گرفتن. به اضافه اینکه شخصیت‌های شناخته شده جنبش کارگری هم الان تو زندان هستن، همونجوری که ما معلمات تو زندان هستن. و این مسئله خیلی مهمه. تکرار میکنم، ضرباهنگ ورود اقشار مختلف مردم به یک جنبش اعتراضی با هم متفاوته. اینها با هم سنکرونیزه نیستن. درسته که تجربه تاریخی رو نمیشه عیناً منتقل کرد و نباید برخورد مکانیکی و غیر انتقادی بهش داشت و این رو زیر ذره بین گذاشت. ولی شما نگاه بکنید به جنبش اعتراضی که علیه حکومت سلطنتی بود. 14 ماه طول کشید تا اولین اعتصابات بزرگ کارگری در ایران شروع بشه و بعد 3 ماه طول کشید تا تبدیل شد به اعتصاب سراسری. به 1001 دلیل میشه این رو توضیح داد. اولین درس اینه که پس ضرباهنگ ورود نیروهای مختلف، اقشار مختلف با هم یکی نیستن. کارگرها بعضیشون با دانشجوها یا دانش آموزا و حتی معلم‌ها فرق میکنن. اونها نوناورای خانه‌ای هستن که حقوقشون رو بخش بزرگیشون قراردادهای موقتی دارن. حتی لازم نیست اخراج بشن. کافیه که کارفرما ببینی که این سر کار نیامده،
پایان قرارداد موقتش تمدیدش نمیکنه و عملا اخراج میشه. این که این نه یه بار نه دو بار، چند بار باید فکر بکنه برای اینکه بیاد به میدان مبارزه. همینه که کندش میکنه و اینی که ما داریم میبینیم. و ولی وقتی نگاه میکنیم نحوه ورود کارگرا به این جنبش رو مقایسهش میکنیم با جنبش ضد سلطنتی، باید بگیم ما خیلی جلو هستیم، خیلی فراتر از اون انتظار ما اومده. و من میگم من امروز اصلا در پوست خودم نمیگنجیدم و ما خیلی نگران بودیم که با اینکه از پیش اعلام کردن، اونم در شرکت نفت، اونم کارگرای رسمی که میدونیم نفوذ طرفدارای رژیم کم نیست، یعنی که اونها رو گرفتن و آوردن. به این نشون دهنده اینه که پایه اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی واقعا دیگه انقدر نازک شده که حتی روش نمیتونن بایستن. حتی کسانی که دستچین شده هستن نمیتونن جلوی اعتراض همکارای خودشونو بگیرن و شاید خودشون هم در این اعتراض حتی شرکت کرده باشن. ما که از هویت اینها باخبر نیستیم. به اضافه اینکه یک چیزی در اومده بود که اگر اشتباه نکنم آقای مالجو از اقتصاددانان چپ ایران در آورده بود و سطح تحصیلاتی کارکنان رسمی شرکت نفت رو زیر ذره بین گذاشته بود. اینها کمترینشون فوق دیپلمن، از فوق دیپلم به لیسانس و دکترا حتی توشون هستن. و نشون میده که این بخش از کارگرا که ما بهشون میگیم یقه سفید، که حقوقای بسیار بالاتری از حقوق حداقل هم دارن، با آگاهی کامل اومدن توی مبارزه هم دارن شرکت میکنن. این رو باید لبیک گفت و این نشون میده که واقعا ما داریم به یک نقاطی میرسیم که این بهمنی که راه افتاده، این گلوله برفی که داره بزرگ میشه، یواش یواش داره تبدیل به بهمن میشه و این رو باید تکرار کرد. بدون شرکت کارگران در ایران بهمن از گلوله برفی درست نخواهد شد. فقط اونها هستن که میتونن این رو تبدیل بدن. ایران کشوری است تا مغز استخوان سرمایه‌داری در چهارگوشه‌اش، در عقب دور افتاده ترین دهات روستاهای ایران روابط پول کالا پول هست و این کشور کشوری است که شما توی یک شهر کوچیکم که میرید دستگاه خودکار پول پردازش هست برای اینکه شما پول رو بگیرید. یک کشوری از 100% سرمایه‌داری. در چنین کشوری نقش تبع کارگر تعیین کننده است، نه فقط به خاطر عددی که دیگه ثابت شده به لحاظ عددی با خانواده‌شون طبقه کارگران فکری و یدی روی هم اکثریت جامعه ایران رو میگیرن، بلکه به خاطر نقش تعیین کننده‌شون در اقتصاد و همین که داریم می‌بینیم. این فراخوانی که جوانان انقلابی ما دادن که گفتم واقعا باید این رو نوشید و فراخوانی که به دیگران دادن، اولا باید ازشون تقدیر کرد و گفت که فراخوان درستی دادید، ولی انتظار این که بلافاصله با اولین حرکت بزرگ سراسری که کارگران میکنن همه دیگه هم به جنب حرکت در بیان، این زیاد درست نیست. و این هشدارهایی که این جوانها میدن برای اینکه برای دورهای بعدی ما بهتر عمل بکنیم برای ما درس است، ولی نباید انتظار داشت که فوراً این بشه. چرا؟ چون جو امنیتی خیلی بالاست. احکام اعدامی که روزانه صادر میشه خیلی رو به فکر میندازه. شما فقط چرا جنبش کارگری نگاه میکنید؟ الان آیا بخش بزرگ کسانی که با این جمهوری اسلامی مخالفن و همه پرسی‌هایی که خودشون کردن دارن نشون میدن که حد اکثر 12% مردم ایران که همون بدنه دولتی سرکوبگر اینها هستن با خانواده‌هاشون که طرفدار این رژیمن، آیا به این نسبت مردم تو خیابونن؟ نه، اینطوری نیست. بخش‌های خیلی پیشرفته و شجاع جان‌برکف الان توی خیابونن. در جنبش کارگری هم همینجوره. بخش‌های پیشرفته‌تر، اونایی که آگاهی سیاسیشون بالاتر هست، اونایی که با وجود احتیاطی که میکنن میتونن این اقدامات رو بکنن. شما نگاه بکنید آیا جمهوری اسلامی میتونه این کارگرانی که تو این شهرها اومدن اخراج بکنه به خاطر اعتصاب؟ صنعت نفتش میخوابه، همچین کاری نمیتونه بکنه. گفتم اینا از فوق دیپلم به بالان و دوره‌های سنگین دیدن، مگه اینا رو میشه به این سادگی اخراج کرد؟ اینه که این استفاده کردن از این وضعیت خودشون و برای همین هم این حرکت درخشان رو انجام دادن. شما این انتظار رو نمیتونید از همه به اصطلاح اقشار مختلف طبقه کارگر و حقوق بگیران ثابت تو ایران داشته باشید. اشکالی نداره، باید منتظر بود. اونها با ضرب آهنگ خودشون میان، با ریتم خودشون میان، بخشای دیگه هم میان، ولی همگرایی رو ما داریم میبینیم. بزرگترین همگرایی همین همگرایی دانشجویان و جوانان انقلابی با جنبش کارگریه که نصف قضیه به قول معروف حله، بقیهش با زمان حل میشه. و اتفاقا همین حرکت‌های اعتصابی در شرایطی که ما به واقع شاهد این هستیم که اعتراضات خیابانی افت کرده. در آغاز 5 ماه جنبش زن زندگی آزادی، جنبش ژینا، ما با افت این روبرو هستیم و طبیعیه. منحنی اعتراضات خیابانی هیچ وقت مستقیم رو به بالا نیست و اتفاقا باید از کمک اعتصابات کارگری و اعتراضات کارگری
بهره‌مند بشه تا بتونه دوباره نفس بگیره و بیاد. و به نظر من امروز 27 دی 1401 یکی از اون روزهایی هست که جنبش کارگری داره انرژی میده به همه بخش‌های دیگه و خواهید دید که این اعتراضات و این اعتراضات خیابانی به دلگرمی همین اعتصابی که اینها راه انداختن بیشتر به میدان خواهد اومد و وقتی اینها بیشتر به میدان بیاد اقشار دیگه کارگری که هستن بیشتر تکان خواهد خورد. این رابطه دیالکتیکی که بین اینها هست، این انرژی متقابلی که اینها به هم دیگر دارن میدن رو ما هم الان شاهدیم و هم داریم میبینیم. مطمئن باشید اگر این جنبش زن زندگی آزادی با این ابهت و عظمت خودش راه نیفتاده بود، چنین حرکت اعتصابی سازمانده کارگران رسمی رو ما شاید نمیدیدیم. اینها از هم نیرو میگیرن و امروز وقت نیرو دادن جنبش کارگری هست و مهمتر از اون ولی اینه انقلابیون ما، کسانی که دست در آتش دارن، نه مثل ما از دور، دست در آتش دارن در داخل ایران، وقتی چنین بیانیه‌هایی رو میدن، چنین فراخوان‌هایی رو میدن، از یک طرف ما خیالمون داره راحت میشه که واقعا رهبران آینده ایران، بخششون تو زندان‌های ایران هستن، بخششون هم در این میدان‌های مبارزاتی هستن، در این جوانان، در همین سازماندهان این اعتصاب‌ها هستن و این خیالمون رو راحت میکنه این ائتلاف‌های قلابی که با توییت و غیره و به قول دوست عزیز ما جیک جیکی ائتلاف‌های جیک جیکی که در واقع میشه در مقابل غریو این قرشی که این جنبش اعتصابی میکنه واقعا حتی به گوش هم نخواهد اومد. و وقتی شما این حمایت‌ها رو میبینید باز هم دلتون قرص‌تر میشه که آلترناتیو چپ، آلترناتیو سوسیالیستی که میگه طبقه کارگر نیومده فقط برای اینکه جنبش اعتصابی بکنه که شما یه قدرت رو بگیرید، بلکه کارگران اینا شما دارید اعتصاب میکنید که جامعه رو رهبری بکنید. این سیاه روی سفید توی بیانیه این جوان‌ها اومده و میگه ما رهبری شما رو به رسمیت میشناسیم. جوانان انقلابی جان برکفی که الان با سنگ و فلاخن و کوکتل مولوتوف دارن مبارزه میکنن در کردستان، در زاهدان، در تهران، در رشت، در همه این شهرها، انواع اقسام ویدیو رو ما دیدیم، طبقه به طبقه کارگر دارن میگن ما فرزند شماییم، در کنار شماییم و نقش تعیین کننده شما رو قبول داریم. این بزرگترین دستاوردی هست که ما تا امروز داشتیم و این در کنار نقش درخشانی که زنها تو این جنبش ایفا میکنن به عنوان یکی از عناصری که باید روش دست گذاشت و این رو مورد تحقیقات بیشتری قرار داد، ما باید بهش بپردازیم. اینی که من هیچ نگرانی ندارم از این که فراخوان‌هایی که به قول شما 48 ساعت یا 24 ساعت قبل از این داده میشه، این حتما منجر به این بشه که اون موقعیت انقلابیه. اون وقتی هست که دیگه میگم تعداد کسانی که تظاهرات هم میکنن دیگه چند صد نفر یا در بهترین حالت چند هزار نفر نیست، چند صد هزار نفره. اون موقع این فراخوان‌ها با سرعت جامعه عمل میپوشه. امروز باید یه مقداری ما با طمأنینه بیشتری بریم جلو و حواسمون به این ضرب آهنگ‌های متفاوت اقشار باشه. من که خیلی امیدوارم. البته من همیشه خوشبین بودم ولی باید بگم این جنبشی که راه افتاده کیلومترها از خوشبینانه ترین پیشبینی‌هایی که امثال من خوشبین می‌کردیم جلوتر هست، دلگرم کننده تر هست. اینه که هیچ جای نگرانی از این زاویه از این زاویه وجود نداره. نمیدونم چقدر وقت داریم ولی می‌خواستم یه نکته رو بگم خیلی مهمه. نمیدونم وقت داریم یا نه. بله وقت فکر کنم 10 دقیقه وقت مونده. یه ساعت زمان برنامه است. خب بحثا انقدر زیاد هست و جذاب هست که واقعا وقت خیلی زود میگذره. نکته پایانیتون رو بگین ولی من قبل از اون میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. در اوایل برنامه اشاره کردیم به اینکه خب فعالین در زندان هستن و همین الان هم اشاره کردیم که نیمی از این رهبران در زندان هستن. چقدر مهمه که ما شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو به صدر شعارامون بیاریم و چقدر مهمه که تجربه آبان ماه سال 57 رو تکرار کنیم و مردم با توجه به اینکه هفته گذشته برای اینکه حکم اعدام محمد بروغنی و قبادلو رو داده بودن اما خانواده ها و مردم مبارز جلوی زندان قزل حصار کرج تجمع کردن و این حتی تونستن که اعدام رو لغو کنن. زمان خیلی کمه، میخوام شما به حرفاتون برسین. اینا چقدر مهمه که ما بتونیم این رهبران رو از زندان بیرون بیاریم و مخصوصا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد. سپاسگزارم. فوق‌العاده مهمه. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد باید شعار محوری ما باشه. الان درست مثل اتفاقی که توی انقلاب بهمن افتاد. ما وقتی که نگاه میکنیم به جدول مبارزاتی که تو اون دوره بود، اساساً جنبش اعتصابی کارگرها با شعار آزادی زندانی سیاسی شد. من الان داشتم اون جدولی که آصف در آورده بود نگاه میکردم، دیدم که میگه در دی ماه 57 دی ماه یعنی یک ماه قبل از انقلابه
که 85% مطالبات کارگران سیاسی بودن که محوری ترینش آزادی زندانیان سیاسی، پایان حکومت نظامیه. یعنی ما که هنوز حکومت نظامی نداریم، عملاً هست ولی اعلام نشده که، درسته؟ یعنی زندگی مردم مختل نشده مثل اون موقعی که دوره شاه بود. میرسیم بهش، این تکرار خواهد شد. جامعه ایران درسته که خیلی تغییر کرده ولی بنیانش تغییر نکرده. همون رژیم سرکوبگر رو داریم، اون دفعه چکمه پوش بود الان نعلین پوشه. همون جامعه سرمایه‌داری غارتگرا داریم، اون موقع کمتر به قول خودشون غارت میکردن، الان بیشتر دارن غارت میکنن. همون دستگاه ساوا که اونجا داشتیم، ساواما و سپاهپاسداران الان داریم. اینی که متاسفانه دوباره داره همون اتفاق میفته و این شعار آزادی زندانی سیاسی فوق العاده مهمه برای اینکه اولا حساسیت ما رو نشون بده به اینهایی که تو زندان هستن و اونها رو روی دوش مردم، مثل همونجوری که توی جنبش ضد سلطنتی افتاد، روی دوش مردم اینا بیرون خواهند اومد و تردیدی من ندارم کسانی که در طی 2 دهه گذشته پرچم ادامه کاری جنبش معلم ها، جنبش کارگری رو به دوش گرفته بودن، جنبش دانشجویی رو به جوش گرفته بودن، یادم نره دختران انقلاب رو، دختران درخشانی مثل سپیده قلیان و لیلا حسین زاده و همه اینهایی که الان ما این افتخار میکنیم به وجودشون، اینا تو این سالها این جنبش رو در سکوت، در رخوتی که عمومی که وجود داشت، در بدن این مبارزات مطالباتی این شعارها رو بردن جلو و چه نقشی ایفا کردن در دیماه 96، در آبان 98. یادمون نره ما الان داریم همون دیماه 96 و آبان 98 رو در سطح بزرگتر، بالاتر، در فاز بالاتری تکرار میکنیم. بدون اون جنبش‌ها این جنبش ممکن نبود و بدون فعالیتی که این دختران و این مردان و این زنان دلاوری که الان بخششون در زندان هستن یا با وثیقه‌های سنگین بیرون هستن، این شمشیر روی کلشون هست، بدون اینها این ادامه کاری تضمین نمیشد. فداکاری هایی که اینها کردن، کانون صنفی معلما، سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه، آدمایی مثل اسماعیل بخشی، مثل رضا شهابی، اینا همه اسامی رو ما بیخودی یاد نگرفتیم که اینا نقش بازی کردن و آزادی اونها این نفس تازه‌ای میده به این جنبش. رژیم هم اینو میدونه، برای همین باید فشار آورد و وقتی توازن قوا تغییر بکنه قطعا این شعار رو، برای همینی که من دیدم گروه‌های مختلف چپ و کمونیست این شعار رو دائما تکرار میکنن، کار درستیه. به نظر من جنبش دانشجویی هم باید بیشتر توجه بکنه، جوانای انقلابی هم باید این شعار رو ما تبدیل بکنیم به شعار عمومی مردم ایران. این به طور وحشتناکی فشار رو روی جمهوری اسلامی بالا میبره و با متمرکز کردن خواسته ها روی اینجور شعارها ما یک درجه کیفی جنبش و خواسته هاشو بالاتر میبریم. من گفتم یه نکته‌ای دارم که میخوام حتما بگم و اون اینه که ببینید این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد، نه فقط به خاطر اینکه ما جوانان جانبرکف و دلاورانی رو داریم که میخوان تا آخرش برن، علیه فساد، علیه فقر، علیه سرکوب میریم تا سرنگونی. این شعار الکی نیست که داده میشه، واقعا داریم میبینیم رژیم در مقابلش عاجزه. رژیم جمهوری اسلامی هیچ برنامه اقتصادی، هیچ به اصطلاح مسئله‌ای، طرحی که ولو به طور جزئی به خواسته های مردمی که در خیابان هستن، کارگرانی که در اعتصاب هستن جواب بده نداره. اینجا اونجا عقب نشینی کرده، حقوقای عقب مونده رو داده، پاداشا رو داده و غیره. ولی مثلا از خواست حجاب که نمیتونه عقب نشینی بکنه، گیر کرده. نمیتونه مسئله در واقع طرح عمرانی بلند مدت رو ارائه بده، پول نداره. با این تورم، با این وضعیتی که وجود داره، با این سوداگری، اقتصاد سودا زده، اقتصاد تورم زده و رکود دائمی که تو 20 سال گذشته توی رکود بوده، رژیم جمهوری اسلامی از حربه اقتصادی برای جواب دادن به خواسته های مردم ایران برخوردار نیست و ما میدونیم که یک رژیم نمیتونه فقط روی سرنیزه تکیه بکنه، میبایستی در دست یک دستش چماق داشته باشه، در دست دیگه است به قول معروف هویج یا گل یا هر چیزی که بسته به زبانی که استفاده میکنیم، دوتا رو باید داشته باشه. جمهوری اسلامی یکی بیشتر نداره، شرایط اقتصادیش به حدی وخیم هست که قادر نخواهد بود مثل دوره احمدی نژاد پول پخش کنه تو مردم، یا توی اقشار متوسط کار ایجاد بکنن، پول پخش کنن توشون. یادتون هست که بعد از جنبش موسوم به سبز، جنبش علیه تقلب انتخاباتی، ما با یک دوره 8-9 ساله رکود روبرو بودیم در این اقشاری که تو شرکت کرده بودن، دقیقاً به خاطر اینکه رونق اقتصادی بود، بادکنکی بود ولی وجود داشت. الان ما اینو نداریم. ما الان دولت جمهوری اسلامی قادر نیست که ولو به طور جزئی پاسخ به اینها بده. در حیطه آزادی‌ها، آزادی پوشش، در حیطه آزادی‌های کاری، شغلی،
و در حیطه در واقع مالیاتی که از کسبه میگیره. ما یادمون رفت بگیم که اعتصابات کسبه با چه سرعتی وارد شدن و این از سرعتش از جنبش ضد سلطنتی خیلی بیشتره. از کردستان شروع شد، بلافاصله شرایط دیگه، حتی بازار پایگاه سنتی این رژیم هم چندین اعتصاب تکونش داد. یعنی میخوام بگم سطح نارضایتی رژیم چی پیشنهاد کرده؟ کدوم بسته اقتصادی رو اینها پیشنهاد کردن؟ کدوم طرح عمرانی رو مطرح کردن؟ هیچی، سکوت کامله. فقط میگن خواص بیان موضع بگیرن، شما چرا اونطور که باید نمیکشید، شما چرا اونطور که باید شکنجه نمیکنید، چرا دستگیر نمیکنید، همش سرکوب سرکوب سرکوب. ولی باز من خسته نمیشم از تکرار این. به قول کلمانسو، سیاستمدار کهنه‌کار فرانسوی قرن 19، با سرنیزه هر کاری میشه کرد جز این که روش نشست. جمهوری اسلامی داره روی سرنیزه میخواد بشینه و قدرت اقتصادی هم نداره. پس این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد، افت و خیز خواهد داشت، اما ادامه پیدا کرد. حتی میتونه ساکت بشه، ولی 1 ماه دیگه، 2 هفته دیگه دوباره برخواهد خواست. با این حرکتی که کارگران کردن، به نظر من ما افت نخواهیم داشت، به نظر من سکون ایجاد نخواهد شد و این انرژی مثل ظروف مرتبطه اینا به هم دیگه دارن انرژی میدن و من مطمئن هستم که ما در آینده شاهد گسترش اعتراضات، چه اعتصابی و چه خیابانی خواهیم بود. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم رفیق بهروز فراهانی از اینکه یک بار دیگه دعوت من رو به این برنامه پذیرفتین. ممنونم ازتون. درود بر شما که هر چند وقتی بار فرصتی میدید که گپ گفتی با شما و از طریق شما با مبارزان ایران داشته باشیم. جای افتخار برای ما و تلویزیون ما. ممنونم از حضورتون. و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران که تا این لحظه با ما بودید. آنچه که تقدیمتون شد گفتگویی بود با رفیق بهروز فراهانی، فعال کارگری از پاریس، در مورد نگاهی به 4 ماه گذشته انقلاب با شکوه ایران. امیدوارم که روز به روز ما شاهد اعتراضات و اعتصابات بیشتری باشیم. شاهد این باشیم که خیابان به عنوان یکی از مهمترین سنگرها خالی نشه و ما بتونیم که این انقلاب رو روز به روز به پیش ببریم. برای زن، زندگی، آزادی. به امید پیروزی. بله بله قربان، زندگی نرماله، 1 سال کار کرد، 1 شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم باشه. قربان پایینو دیدید، سفره خالی رو دیدید، شما نورتون زیاده، شهر تاریکو دیدید. اینجا که باریک کمر چون خونا رو مکیدید، اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید. دیدید چقدر فرق داریم، دوریم ازتون، بلیت نمیخواد دعوت منی تمتون. پسر برو تو اتاق، آقا رو نترسون، ایشون کنه و پاره ندیدن نه حتی از دور. قربان نظاره کنید، شما ستاره شدید، با کرسوی نور همینا که اعدام میکنید. شما با اشتباه رشد کردید، به جای توبه نقد منتقدم بریدی تا اراده کنید. قربان شیرین کنید کامتون رو، تلخ کلامم، اینجا مردم فقط زندن، زندگی ندارن. بچه های ما شبا سر رو گشنگی میذارن، ببخشید وجدانای شما چجوری میخوابن. بله بله قربان، زندگی نرماله، 1 سال کار کرد، 1 شب شام کفاره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم مبادا کی جرم باشه. بله بله قربان، زندگی نرماله، یکی تو گور خوابه، یکی 10 تا برج داره. بله چشم قربان، زندگی نرماله، حقمونو نمیخوایم مبادا کی جرم. وقتی کل دنیا از مردمش حمایت میکرد، دولت ما مسئول نبود شکایت میکرد، به معترضا برچسب اغتشاشگر میزد، به زندان کفایت میکرد نه جنایت میکرد. بیشک ما رکورد زدیم، ما تنها کشوریم که واکسنش فرق داشت، مرفه و فقیر. تو اصل علم زن و واسه زیباییش میزنیم، با ون پلیس میدوزیم، ناکجا میبریم.